خدمات امنیتی افغانستان یک شبکه جاسوسی خطای را که تقریبا نیم سال باز فعالیت داشت آشکار کرده است. جاسوس‌های خطای به خاطر مبارزه با جدایی طلبان اویغور با شبکه حقانی و دیگر ساختارهای جنبش طالبان همکاری داشتند. بنا به اطلاعات مقامات امنیتی افغانستان، یکی از جاسوسان بازداشت شده لی یان از ماه ایول در افغانستان فعالیت داشته یکی از مهره‌های کلیدی این شبکه جاسوسی خطای بوده است. لی یان روز 2 دکبر در دفترش در کابل دستگیر شد. هنگام کوفتکوب از دفتر او سلاح و مهمات، مواد ترکنده، همچنین مواد مخدر نوع کتامین پیدا کردند. خود همان روز هنگام کوفتکوب از قرارگاه جاسوسی دیگر خطایی شاخون در مرکز کابل در منطقه شیرپور مواد ترکنده و مخدر پیدا کردند. در عموم 9 نفر با اتهام جاسوسی برای خطای دستگیر شدند. یکی از آنها شهروند تایلند بوده است. به اطلاع مقامات افغانستان، این شبکه جاسوسی خطای توسط یان و خون رهبری می شدند و آنها با برخی فرماندهان شبکه حقانی ارتباط داشتند. مقامات کابل می گویند که نقشه میانرو را بین شبکه لی یان و شبکه حقانی اداره جاسوسی پاکستان ایسی اجرا کرده است. خطای میخواد بعد خروج نیروهای امریکا از افغانستان در این کشور جنگ زده نقش فعالتری بجوید. یک هدف خطای پیشگیری از جدایی طلبان اویغور است که توسط افغانستان میتوانند به غرب خطای گذرند. بازداشت شبکه بزرگ جاسوسی خطای در افغانستان را نشریه روسی NG یک نوع پیام امریکا به پکین نیز می شمارند و می نویسند امریکا به هیچ وجه مایل تقویت جای پای خطای در افغانستان نیست و از بین بردن این شبکه جاسوسیش تلاش برای ضعیف کردن جایگاه خطای در افغانستان بوده می تواند.